بسم الله الرحمن الرحیم. شخصی بود اومد محضر حضرت آیت الله بهجت برای رزق و روزی و اینکه رفع گرفتاری ها استخاره بگیره. ایشون فرمودن چرا فاتحه کبیره رو نمیخونید؟ فاتحه کبیره چطوره؟ فرمودن هر کسی، دوستان دقت کنید، هر کسی این عمل رو برای اموات انجام بدن، نه تنها برای خیر کثیر برای اموات داره، بلکه باعث گشایش روزی در زندگی خودش هم هست. اما فاتحه کبیره چطور خونده میشه؟ خدمتتون عرض میکنم. حمد 1 مرتبه، شما که به اهل قبور قبرستان مراجعه کردید، مزار پدران مادران رفتید، اینطوری بخونید فاتحه کبیره. اینم یادگاری باشه از من برای شما عزیزان. حمد 1 مرتبه، 4 قل 1 مرتبه و سوره قدر 7 مرتبه و آیت الکرسی هم 3 مرتبه. انشالله در پناه امام زمان باشید. خداوند انشالله همه اموات رو بیامرزه. دعاگوی همه شما هستیم در مرقد مطهر آقامون علی ابن موسی رضا.